سلام دوستای کوچولوی من. میدونم الان نشستین که به قصتون گوش بدی. راستی الان چه وقتی از روزه؟ هیچ به آسمون نگاه کردی؟ چی تو آسمون میبینی؟ آفرین، خورشید رو میبینی. آفرین. اگه شبه تو آسمون چی میبینی؟ یه نگاه به آسمون بکن. آفرین، خانوم ماه رو میبینی، ستاره ها رو میبینی. باریکلا عزیزم. آفرین که بلدین، یاد گرفتین به آسمون نگاه کنید. آفرین. خب حالا دیگه میریم سر قصه‌مون. یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. توی مزرعه هیاهویی بود، صدای بعبع گوسفندان که به همراه چوپان برای چرا به صحرا می رفتند، صدای سگ‌ها که حواسشون بود گوسفندا به این طرف و اون طرف نرن، صدای آب که از چاه با تلمبه برقی به استخر می ریخت، صدای مادر سیوان که می گفت سیوان تخم مرغ‌ها رو علونه مرغ‌ها جمع کن و بیار، و صدای مادر بزرگ سیوان که می گفت سیوان ببین مرغ سیاه که روی تخماش نشسته، ظرف آبش خالی نباشه. وقتی سیوان رفت که آب خانم مرغ رو پر کنه، دید که جوجه هاش از تخم بیرون اومدن. خوشحال شد و فریاد زد مانا جوجه ها بیرون اومدن. و کمی بعد مادر بزرگ و سیوان با آرد خمیری برای جوجه ها درست کردند و که به صورت دونه های ریز خمیری و نرم تا جوجه ها بخورن. جوجه ها به کمک خانم مرغ دونه ها رو میخوردن و سیوان هر روز مواظب بود که جوجه ها آب و دونه داشته باشند و از کنار خانم مرغ دور نشن. یک هفته بعد جوجه ها بزرگ شده بودند و میتونستند دور و بر مادرشون بچرخند و دونه بخورند. بعد هم زیر بالهای مامانشون خانم مرغ میرفتن که گرم بشن. سیوان روی جوجه ها اسم گذاشته بود: طلایی، برفی، خالخالی، سفید طلایی، چون بدنش طلایی بود و رنگ بالهای کوچیکش سفید. یک روز که خانم مرغ قدقد کنان به جوجه ها دونه میداد، خالخالی دونه نخورد. خانم مرغ گفت قدقدا جوجه کوچولو بیا دونه تو بخور، اما خالخالی از جاش تکون نخورد و با اخم گفت نمیخورم، دوست ندارم، من یه غذای خوشمزه میخوام. بعد که جوجه ها زیر بال مامانشون رفتند و همراه مامانشون چرت میزدن، خالخالی با خودش گفت میرم و یه جای دیگه برای خودم غذا پیدا میکنم. اصلاً مامانم منو دوست نداره. و راه افتاد از کنار جویبار و رفت. کمی که راه رفت به کنار برکه رسید، دید یک موجود سبز رنگ آواز میخونه. قر قر. پرسید اسم تو چیه؟ قورباغه: چه خوشگلی، غذا چی میخوری؟ میشه غذا تو به من بدی؟ قورباغه جواب داد غذای من مگس و پشه است، زبونم رو دراز میکنم، مگس که روش نشست میگیرم و میخورمش. جوجه گفت ولی من که نمیتونم مگس بخورم، حتی نمیتونم توی آب زندگی کنم.
و راه افتاد و رفت. کمی جلوتر وسط برکه مرغابی ها در حال شنا بودند و سرشون رو زیر آب می کردند و بیرون می آوردند. جوجه پرسید اسم شما چیه؟ غذاتون رو میدین من بخورم؟ مرغابی کله سبز جواب داد کوک کوک، من مرغابیم. از لای خزه ها ته آب کرم و غذا پیدا میکنم و میخورم. جوجه کوچولو گفت من که نمیتونم کرم بخورم. راه افتاد و رفت. کمی جلوتر یک حیوان خیلی خیلی بزرگ و دید و ترسید. کمی عقب رفت. پرسید اسم شما چیه؟ ما من اسمم خانم گاوه است. خانم گاوه غذا تو میدی بخورم؟ من خیلی گرسنمه. خانم گاوه گفت من علف میخورم، میتونم از علف ها هم بهت بدم. خالخالی جواب داد ولی من که علف نمیخورم. راه افتاد و رفت. حالا دیگه غروب شده بود. وقتی سیوان اومد که ظرف خانم مرغ رو پر کنه دید یکی از جوجه ها نیست و خانم مرغ با نگرانی قدم میزد. سیوان به سرعت سمت لونه مرغا و خروسا رفت و داخلش رو نگاه کرد و صدا زد خال خالی، اما اونجا خالی بود. راه افتاد و سمت ساختمون و دور زد که اگر پشت خونه رفته پیداش کنه، اما خبری نبود. سیوان نگران شد. به مامان بزرگش خبر داد که خالخالی گم شده. مانا گفت سمت برکه آب رو بگیر، شاید کنار جویبار رفته و خسته شده بلد نیست برگرده. سیوان دوید به سمت برکه. از اون طرف جوجه کوچولو چشمش افتاد به یک چیزی که شبیه طناب دور خودش پیچیده بود. نگاهش کرد و پرسید اسم تو چیه؟ غذا تو میدی من بخورم؟ اون حیوان با زبونش فشی کرد و جواب داد من مارم. غذام موش و مارمولک و جوجه های کوچولوست. خالی از ترسش پا به فرار گذاشت و با صدای بلند جیک جیک میکرد که سیوان صداشو شنید و به سمتش رفت. خالی رو بغل کرد و بوسید. پرسید کجا رفته بودی؟ میدونی چقدر نگران شدیم؟ خالی فقط از ترس و گرسنگی جیک جیک میکرد. سیوان خالی رو آورد و گذاشت کنار خانم مرغ و گفت دیگه از کنار مامانت دور نشیا. الان برات دونه میارم و یک مش ارزن برای خالی ریخت توی ظرف غذاش. خالی همین که نوک میزد و دونه میخورد فکر کرد غذای خودم از همه غذاها خوشمزه تره و وقتی زیر بالهای گرم مامانش رفت با خودش گفت مامانم بهترین مامان دنیاست. فردا صبح سیوان تمام مدت روی یک چهارپایه نشسته بود و حواسش به جوجه ها بود که جای دوری نرن.